اگر که فکر می‌کنید برای همکاری با برندهای خارجی ما حتما باید یه پیج بزرگ داشته باشیم، سخت در اشتباهید، چون که قرار امروز من راجع به تجربه شخصی خودم باهاتون صحبت کنم. اگر که دارین این ویدیو رو می‌بینید یعنی ویدیو اول رو دیدید، ولی اگر این اولین ویدیوتونه حتما اول اون رو ببینید بعد اینو ببینید، چون من کامل راجع به این مفهوم باهاتون صحبت کردم و الان قراره من راجع به تجربه شخصی خودم، مسیری که رفتم باهاتون صحبت کنم. سلام، من پریسا هستم و قراره از این به بعد تو این کانال راجع به این صحبت کنیم که ما چطوری میتونیم با یه پیج کوچیک با برندهای بین‌المللی همکاری کنیم. خب داستان من اینجوری شروع شد که خب من اول ایتالیا بودم، بعد از اینکه حالا درسم تموم شد، من فشن میخوندم، بعد از اینکه درسم تموم شد با همسرم مهاجرت کردیم آمریکا و اون موقعی هم که ایتالیا بودم، یعنی اون 5 سالی که ایتالیا بودم، خیلی تلاش کردم که حالا پیج اینستاگرامم بزرگتر کنم، با برندهای ایرانی همکاری کنم. یعنی اون موقع ذهنیتم این شکلی بود که خب چون به هر حال بیشتر محتوای فارسی رو می‌دیدم، دوست داشتم که با برندهای ایرانی همکاری کنم، درآمد داشته باشم، پیجم بزرگتر بشه، حالا محتوایی که میذارم حالا پابلیک بشه، ویو بگیره، که هی نمیشد، هی میخورد به در بسته. دلیلش هم توی ویدیو قبل واسهتون توضیح دادم. تا رسید به اینکه من اومدم آمریکا. وقتی که اومدم آمریکا اجازه کار نداشتم، نمیتونستم کار کنم و واقعا واسه من سخت بود، چون اصلا کلا خونه نشستم واسه من سخت بود. فکر می‌کنم 8 ماه از اینکه اومده بودم گذشته بود. بعد اتفاقی با این مفهومی آشنا شدم که دقیقاً همون شکلی بود که من می‌خواستم. یعنی با یه پیج کوچیک تو میتونستی با برندهای بین‌المللی و لوکس، حالا توی هر حوزه‌ای که داری فعالیت می‌کنی، همکاری کنی. خب من شروع کردم به درخواست دادن، درخواستامو فرستادم، یه پیج دیگه زدم. اینم بهتون بگم که من اول یه پیج 55 کاری داشتم که خب اونجا محتوای فارسی رو می‌ذاشتم. بعد می‌خواستم همون رو کانکت کنم به آژانسی که حالا می‌خوام باشون کار کنم، که هر چقدر سعی کردم نشد. یعنی تیکا به اینستاگرامم گرفتم، با خود اینستاگرام شروع کردم به صحبت کردن. به این شکل بود که خب چون این پیج من قدیمی بود، موقعی که این پیج رو به فیسبوک من وصل کردم، حالا ایمیل و فیسبوک رو گم کرده بودم یا حالا هر چی، ادمین بیزنس منیجر فیسبوک هم که تا همین الان هم نمیدونم یعنی چی، اون بعد اجازه دسترسی میداد که حالا من این پیج رو کانکت کنم به اون آژانسی که میخوام باشون کار کنم، که نمیدونستم کدوم ایمیلمه. کلی ایمیل بازی کردیم با خود اینستاگرام و در نهایت گفتن که ما اجازه اینو نداریم که بگیم که این ایمیل مثلا حالا چه ایمیلیه، مال کی. یعنی فکر می‌کردن که ادمین بیزنس منیجر فیسبوک هم یه شخص دیگه‌ایه، که خلاصه نشد و من ناامید نشدم. گفتم که من یه بار تونستم، دوباره میتونم. یه پیج دیگه زدم از حالا کسایی که این بر منو فالو داشتن، درخواست کردم که اون یکی پیجمو فالو کنن و اون پیجم شد فکر می‌کنم حدوداً 2500 تا یه مقداری حالا پستای مورد علاقه‌ام گذاشتم که بیشتر هم استایل بود و شروع کردم به درخواست دادن به برندها و اولین همکاریمو گرفتم. فکر می‌کنم بعد از 2 هفته حالا سرچ کردن و درخواست دادن و ایمیل زدن، یه برند به من درخواست همکاری منو قبول کرد و یه دونه آیماس بود که حالا ویدیوشو واسهتون میذارم و عکس می‌خواست و من عکس‌ها رو گرفتم براشون فرستادم و بعدش این قضیه یه خورده حالا کش اومد. یعنی من دیگه همکاری نداشتم، این درخواستایی که میدادم اکسپت نمی‌شد، یا اصلا جواب نمیدادن یا ریجکت می‌کردن و فکر می‌کنم نمیدونم 2 هفته شد، 10 روز شد، کلا این قضیه دوباره واسه من یه خورده مایوس کننده شد. دلسرد شدم، گذاشتمش کنار، که اتفاقی با یه آژانسی آشنا شدم و اون آژانس به این شکل بود که خب پول نمیدادن، محصولم تو باید میخریدی، یعنی محصولم رایگان واسه نمیفرستادن و بعد از اینکه محتوا تولید میکردی واسهشون، اونا پول اون محصولی که حالا از آمازون از هر جا از سایتشون خریده بودی رو برات پس میفرستادن. من گفتم خب باز خوبه واسه شروع، چون من همیشه این قرو میزنم که همیشه من اولین نفرم تو هر مسیری که میرم. هیچ کسی نیستش که مثلا جلوتر از من بوده باشه من حالا ازش بپرسم، که حالا جلوتر بهتون میگم که یکی از مزیت‌هایی شد واسه من که من اولین بودم توی این مسیر، یعنی خدا رو بابتش شکر میکنم. و اونجا شروع کردم به درخواست دادن واسه همکاری رو. اونجا چند تا همکاری گرفتم، واسه هم فرستادن و اینجوری بود که شروع شد همکاری من، که دیگه فکر میکنم مثلا توی یه هفته من 2-3 تا بسته دریافت میکردم برای همکاری. و اینم اضافه کنم که همه همکاری ها رایگان بود، یعنی من پولی دریافت نمیکردم بابتش. فکر میکنم تا 6 ماه اول این شکلی بود. من الان حدودا فکر میکنم دسامبر 2023 که شروع کردم، این 6 ماه طول کشید تا به درآمد برسه این کار من، چون به هر حال من صفر بودم بچه‌ها توی این کار. یعنی اصلا هیچی نمیدونستم چجوری باید ایمیل بزنم، نمیدونستم چجوری باید فالوآپ کنم، اصلا رزومه چیه، چجوری مثلا حالا با آژانس‌ها باید صحبت کنم. خلاصه با همه این اتفاقایی که افتاد و آزمون و خطاهایی که داشتم، بعد از 6 ماه به درآمد رسید. من حالا یه تعدادی کار جمع کرده بودم و محصولی که واسم میفرستادن خب رایگان بود، من واسهشون تولید محتوا می‌کردم. ولی نکته خوبی که توی این همکاری رایگان واسه من داشت،
حالا اینکه یه محصول با کیفیت واسط میفرستن، من حوزه اسکینکر رو انتخاب کردم چون واقعا یکی از دغدغه‌های من موقعی که رسیدم آریزونا این بود که واقعا پوست من خوش میشد، چون هوا خیلی گرم و خشکه و اتفاقی حالا کائنات خدا هر چی خواست منو توی این مسیر قرار داد. یعنی از اون چیزی که خودم انتخاب کردم که استایل بود یه مقداری فاصله گرفتم و رسید به اسکینکر و بیوتی، کمتر بیوتی بیشتر اسکینکر. و بساط میفرستادم و محتوا تولید میکردم ولی رایگان داشتم. راجع به مزیت این همکاری رایگان واسهتون میگفتم به این شکل بود که من دقیقاً از همین همکاری رایگان بعد همون 6 ماه بعد توی همکاری دوم و سوم و لانگترم به درآمد رسیدم. حالا چرا؟ چون اونا منو شناخته بودن، محتوای منو دیده بودن که خب مثلا پیج من الان 2500 تاه، مثلا من 1200 تا 1500 تا ویو میگیرم، یعنی این پیج خوبیه و اصلا همونطور که بهتون گفتم تعداد فالوور و ویو اینا مهم نیستش، ولی خب به هر حال تا یه حد خوبی واسه یه برند یه جور مزیت حساب میشه دیگه. مثلا بین کسی که 50 تا فالوور داره، یه مثلا اینفلوئنسر یا بلاگر خارجی، میگم حالا اگه پیجشون رو دیده باشین با حرف من موافقی، مثلا طرف 50 تا فالوور داره، من اتفاقا یه بلاگر نیویورکی رو دارم 50 تا فالوور داره، بعد مثلا ویوهاش مثلا 7000 تا 5000 تا 2000 تا، یعنی خیلی کمه. یعنی پیج من پیج خوبی بود از نظرشون و اصلا مهم نیستش که مخاطباتون فارسی زبانن یا نه. برای شروع اصلا از شما اینسایت و اینگیجمنت و ریچ و اینا نمیخوام. بعد از این همه آزمون و خطا من یاد گرفتم که چطور باید ایمیل بزنم، چطوری باید با برند برخورد کنم، چطوری باید فالو کنم. یعنی من تمام اینا رو توی این یک سال حالا با سرچایی که می‌کردم، حالا مقاله‌هایی که میومد می‌خوندم و برندها از من چی می‌خوان، چجوری باید باشون صحبت کنم. یعنی خود برندها یه جورایی شده بودن معلم من. یعنی بعد از هر همکاری با هر برندی یاد می‌گرفتم که آهان من باید اینجوری جوابشون رو بدم وقتی که یه همچین درخواستی از من دارن، من باید اینو بگم برای اینکه مثلا از محتوای من واسه 90 روز استفاده کنن، من باید اینقدر مبلغ ازشون درخواست بکنم. مثلا برای محتوای تبلیغاتی من باید انقدر بگیرم، برای محتوای غیر تبلیغاتی من باید انقدر ازشون درخواست بکنم، توی ایمیلم باید اینا رو بنویسم، همه چی رو باید محکم بکنم باشون، یعنی قرارداد واسهشون بفرستم. یعنی همه اینا رو من کم کم به دست آوردم و اتفاقای متفاوتی میافتاد. مثلا یعنی من وقتی که حالا با چند تا بلاگر خارجی آشنا شدم توی همین آریزونا، از اونها استفاده می‌کردم، از تجربه اونها استفاده می‌کردم که یه برند یه چیز مثلا دور از ذهن از من می‌خواست، حتما از اونها کمک می‌گرفتم. یعنی اونها هم باعث این سریع‌تر شدن این مسیر برای من شد. یعنی از تجربیاتشون من استفاده می‌کردم. خلاصه این مسیر همینجوری ادامه داشت تا همون 6 ماه بعدش که من دیگه همکاریامو پولی کردم و بابت هر ویدیویی که می‌گرفتم پول دریافت می‌کردم. که اگر اینستاگرام منو فالو داشته باشین، من توی هر ریلزی که می‌ذارم و حالا آنباکسینگ و دارم راجع به اون همکاری صحبت می‌کنم، آخر ویدیو راجع به دستمزد و ارزش محصول همه اینو باهاتون صحبت کردم که اونم خالی از لطف نیست، میتونید اونها رو هم ببینید. یعنی حواستون انگیزه میشه همین که شما رو تو مسیر قرار میده و من کلی اطلاعات توی کپشن و حالا توی بلاگ واسهتون توضیح میدم. و رسید به اینجا که خیلی از من میپرسیدن که پریسا تو چجوری شروع کردی؟ و واقعا توضیح این مسئله که من چجوری شروع کردم بیشتر 3-4 ساعت زمان میبرد و واقعا واسه من خارج از توانم بود که من بخوام واسه هر یه نفری که داره از من اینو میپرسه وقت بذارم. و تصمیم گرفتم که براش دوره طراحی بکنم که حالا هر کسی که علاقه داره بتونه شروع بکنه. حالا توی هر کشوری که هست میتونه شروع بکنه. کلی برند هستن، یعنی منهای ایران تمام برندهای خارجی فرقی نمیکنه کدوم کشور، بچه‌ها شروع کردن به استفاده از UGC کریئتورها چون به شدت این محتوا قدرتمنده و پروموت میکنه اون برندو. حالا من توضیحشو کامل توی ویدیو اول دادم چرا حالا این محتوا انقدر خوب وایرال میشه و برندها دارن ازش استفاده میکنن. ولی اگر که به این کار علاقه دارین و میتونید وقت بذارین و این کارو انجام بدین، به سوشال مدیا علاقه دارین، به آنباکسینگ علاقه دارین، به این علاقه دارین که برندهای مختلف واسهتون حالا محصولات با کیفیت بفرستن، با برندهای مورد علاقتون رو، برندهایی که لوکسن حالا همکاری بکنید، حتما این کارو شروع بکنید. بهتون قول میدم که ارزششو داره. بعد از یه تایمی به هر حال این زمان داره از هممون میگذره، مثلا از الان تا 6 ماه دیگه واسه هممون داره میگذره. اگر که علاقه دارین حتما شروع بکنید، چون که این مسیر اگر که توش یه راهنما باشه، واسه من 1 سال طول کشید، برای شما 2 ماه طول میکشه. یعنی انقدر این مسیر براتون کوتاه‌تر میشه. حتما شروع بکنید. هایلایت اینستاگرام هم کامل توضیح دادم که چجوری باید شروع کنید، از کجا شروع کنید و اگر که دوست داشتین میتونید دوره منو تهیه بکنید تا زودتر وارد این کار بشین. همونطور که بهتون گفتم اولین ها توی هر کاری پیشکسوتن و شما به عنوان اولین ها توی فارسی زبان میتونید خودتون رو زودتر رشد بدین، زودتر ارتقا بدین، چون مخاطب همه ما فارسی زبانه. وقتی که برای اولین بار این همکاری رو توی پیج شما ببینه، این هم باعث رشد پیج شما میشه، هم براش جالب خواهد بود. حالا این کار به درد کیا میخوره؟ ببینید من نمیخوام یه نیش مشخص واسه حالا کاری که دارم میکنم ببینم، چون این کاریه که حالا اگه دوره رو تهیه کنید کامل من اونجا توضیح دادم.
نه سن میشناسه نه جنسیت میشناسه. شما میتونید هر حوزه‌ای که توش علاقه دارین رو انتخاب بکنید. یعنی بر فرض مثال فقط حوزه اسکین کر نیست، من وارد این حوزه شدم. شما اگر به بازی علاقه دارین، اگر به لایف استایل علاقه دارین، اگر به فشن و استایل علاقه دارین، میتونید واردش بشین، با برندها در ارتباط باشین و کارتون رو شروع بکنید. یعنی این هم برای شما بازه که شما بتونید توی اون چیزی که بهش علاقه دارین شروع کنید حالا به فعالیت. من چون نمیدونستم و اولین همکاری که گرفتم اسکینکر بود، ناخودآگاه توی این مسیر قرار گرفتم. اگر که اطلاعاتی که الان دارم 1 سال پیش داشتم، قطعا توی حوزه فشن وارد می‌شدم، تلاشم واسه اون قسمت می‌کردم. الان نمیگم ناراضی‌ام، اتفاقا خیلی راضی‌ام. محتوایی که دارم تولید می‌کنم و دوست دارم و توش فشن و استایل هم هستش، چون جدیدا فکر می‌کنم یه 2-3 ماه برندهای فشن و استایل و کلا لباس دارن منو پیدا می‌کنن و محتوای اون شکلی هم دارم، ولی فعلا 80% اسکینکر و بیوتی هست و یک مقداریش حالا لایف استایل که مربوط به حالاش بس اون کیچن و حسی و اینجور چیزا میشه، یه مقداری هم حالا شده فشن. اگر شما یه نیش خاص رو هم انتخاب بکنید، میتونید روی نیش‌های دیگه هم حالا کار بکنید و اونا رو هم داشته باشید. یعنی باز اینم باز میشه واسهتون، یعنی این در براتون باز میمونه که بتونید توی حوزه‌های دیگه هم فعالیت بکنید. ولی حالا اگر بخوام یه چیز کلی بگم که این کار بیشتر واسه کیا هست، واسه کسایی که به مدلینگ و استایل و اینجور چیزا علاقه دارن، خانم‌های خانه‌دار و کسایی که دانشجو هستن خارج از ایران، میتونن به عنوان یه کار پارت تایم بهش نگاه کنن. چون همونطور که بهتون گفتم بعد از یه تایمی شما میتونید از این به درآمد برسین و این میتونه واسه شما پسیو اینکام باشه، یه درآمد خاموش داشته باشین. یعنی فکر کنید محصول خوبی واسه پوستتون، لباس، آشپزخونه میفرستن، شما استفاده میکنید، نظرتون رو میگین، حالا هر محتوایی که دوست دارین واسش تولید میکنید که من دسته‌بندی محتوایی که بیشتر با ایرانیه و برندها میپسندن کامل توی دوره توضیح دادم و درآمدم کسب میکنید. واقعا چی بهتر از این؟ و فکر میکنم که یه جورایی این مورد علاقه همه خانم‌ها هستش و دوست دارن که اینو داشته باشن توی زندگیشون و دیگه این الان یه کار فنسی نیستش که فقط واسه بلاگرای بزرگ باشه یا فقط پیجای بزرگ بتونن با برند کار کنن. همه ما میتونیم، فقط باید یه خورده استمرار داشته باشیم و توی مسیر بمونیم. خب این ویدیو هم تموم شد. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، سوالی داشتین توی کامنت اصلا بپرسین و بهم بگین که دوست دارین که ویدیو بعدی چی باشه. ویدیو بعد میبینمتون.